در آخر سال خانشی 2020 یعنی بعد تمام کردن کورس یکم 9 август تصمیم گرفتیم که یک پلتفرم کتابی را تشکیل کنیم، یعنی مغازه کتاب در سامانه‌ها. اولین ما تشکیل کردیم در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام تشکیل کردیم. دیدیم که فرمایش هست، فرمایش قبول کردیم و بوده رسانده و این کار رو بسیار اتمام میکردن. در روز دیگر فرمود و شهران این حال باشد مثال ما یک دو ماه پیش که یک سال بیشتر تجربه کردیم دست بوده رساندن کتابی که بعدون فرمایش میکرد در داخل شهر شده روی کنند. هدف تشکیل کردن این بوک‌هاوس جی هدفی که ما در سامانه‌های اجتماعی تبلیغ کردیم اساساً تبلیغ کردن کتابخوانی و بین دانشجویان، ساکنان شهر، ساکنان پایتخت و تمام مناطق کشور باشه. ما خواستیم که فروش دست جمعی یعنی بوک‌هاوس تشکیل کنیم. مثال بین یک کتاب رو یک چند کتاب رو می‌مونیم بین همسان تصمیم می‌کنیم در آخر ماه برای کتاب خوانده شدگی خودش معلومات می‌دهیم، معلومات مفصل که این کتاب چی فهمید. ما این حال این رو همون تجربه بین همکورسان تشکیل کردیم. وقتی که دیدیم نتیجه خوب و نتیجه خوب ایرانی داشتیم، بعد آهسته بین فاکولته و بین دوستان و رفیقان همکاران می‌خوایم که همین نتیجه رو تشکیل کنیم.